کریستیان دیور، مردی که قواعد مد رو بازنویسی کرد. کریستیان دیور طراح نابغه فرانسوی که با نوآوری و جسارتش دنیای مد رو متحول کرد. اون مردی بود که از دل دوران سخت جنگ جهانی دوم برندی رو به وجود آورد که خیلی زود به نماد لوکس بودن و تجمل تبدیل شد. در دوران جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز ارتش پارچه‌ها سهمیه بندی و کپونی شده بود. در نتیجه طراحای لباس تلاش می‌کردند لباس‌ها رو در ساده‌ترین شکل ممکن با کمترین پارچه مصرفی طراحی کنند. بدون جیب، بدون پیله اضافه، بدون تزیینات پاپیون و یقه و چیزهای دیگه. درست در زمانی که جهان به دنبال بازیابی خود از خرابی‌های جنگ بود، دیور نیاز بازار رو به خوبی تشخیص داد. مردم خسته از سادگی و ریاضت جنگ نیازمند برند لوکسی بودند تا دوباره شادی و زیبایی و احساس لوکس بودن رو به زندگیشون برگردونه. و بالاخره در سال 1946 کریستیان دیور ستاره اقبال خودش رو در یکی از پیاده‌روهای پاریس پیدا کرد که این ستاره شد یکی از نمادهای برند دیور و این رو نشونه‌ای دید برای اینکه برند خودش رو افتتاح کنه و تصمیم گرفت در یکی از خیابان‌های مشهور پاریس در نزدیکی شانزلیزه خانه مد دیور رو افتتاح کنه. دیور در سال 1947 با معرفی نیو لوک یا نگاه جدید دنیای مد رو به چالش کشید و بار دیگه پاریس رو پایتخت مد دنیا کرد. اون با دامنهای پرپیله، کمر باریک و پارچه‌های فراوان مفهوم جدیدی از زیبایی و زرق و برق را به جهان معرفی کرد. مفهومی که کاملاً برخلاف جریان رایج زمان بود. در سال 1995 یکی از نمادی ترین کیف‌های تاریخ مد متولد شد. دیور این کیف رو با نام شوشو که در زبان فرانسه یعنی مورد علاقه طراحی کرد، اما بعداً به عنوان لیدی دیور مشهور شد. این کیف زمانی به اوج شهرتش رسید که پرنسس دایانا، یکی از شیک‌ترین و محبوب‌ترین زنان قرن 20، اون رو به دست گرفت. دایانا این کیف رو در بسیاری از رویدادهای مهم همراه خودش داشت و اون رو به یک نماد در دنیای مد تبدیل کرد. کریستیان دیور با توجه به هر جزئیات کوچک و تأکید بر کیفیت بی‌نظیر اطمینان پیدا می‌کرد که هر لباسی که از کارگاهش خارج میشه نمایانگر نهایت دقت و عشق به هنره. و این توجه به کیفیت بود که دیور رو به یکی از بهترین برندهای لوکس جهان تبدیل کرد. دیور نه تنها لباسهای منحصر به فردی طراحی می‌کرد، بلکه تجربه خرید از دیور هم یک اتفاق ویژه و بی‌نظیر بود. بوتیک‌های دیور با دکوراسیون لوکس و خدمات اختصاصی تجربه‌ای فراموش نشدنی رو برای مشتریان فراهم می‌کرد. دیور با هوشمندی برند خودش رو به حوزه‌های مختلف مثل عطر، جواهرات و لوازم آرایشی گسترش داد و این تنوع سازی دیور رو به یک امپراتوری جهانی تبدیل کرد. روایت داستان کریستیان دیور به ما نشون داد که جسارت، نوآوری و تمرکز بر نیازهای روز مردم و تلاش برای ارائه خدمات و محصولات با کیفیت در جهت خوشحال کردن انسانها راز ماندگاری و تشکیل امپراتوری برند شما خواهد بود. Des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose.